در برنامه اطلاعاتی خبر همه روزه با پخش مستقیم از استودیوی مرکزی رادیو مهاجر. درخواست، پیشنهاد و یا اطلاعی دارید پس می توانید با ما دوام 24 ساعت با شماره 8967 111 56 46 در تماس باشید. رادیو مهاجر، بگذار تا بگویم. درود شنوندگان عزیز، شرح جنبسته خبرهای روز را مستقیما از استودیوی مرکزی رادیو مهاجر میشنوید. امروز دوشنبه 16 دکبر است. ساعت به وقت مسکو 18. در منطقه خباروفسک روسیه 12 دکبر مهاجرانی که رانندگان اتوبوس مسافرکشند از جانب پلیس ویژه یا خود امان مورد لطوکوب قرار گرفتند. گفته می شود که تخمینا ساعت 10 شب کارمندان پلیس به ایستگاه اتوبوس ها در آمده همه رانندگان مهاجر را برای به جای نامعلوم برده مورد شکنجه شدید قرار دادند. در پایین خبر رادیو آزادی می نویسد که سفارت تاجیکستان در روسیه تصدیق کرده است که در میان مهاجرانی که از جانب پلیس خباروفسک لطوکوب گردیدند شهروندان تاجیکستان هستند. نمایندگان کنسول قرقیزستان در خباروفسک گفتند که این عمل غیر قانونی کارمندان پلیس به وزارت امور داخله، دادستانی و خدمات فدرالی امنیت روسیه نوت فرستادند، ولی سفارت تاجیکستان گفته است که در صورت پررئیس با شدن لطوکوب شهروندان تاجیکستان بعداً به جانب روسیه نوت خواهند فرستاد. طبق فرضیه ها و نقل از جانب خود شاهدان شکنجه، پلیس آنها را تا ساعت 4 صبح لطوکوب کرده در نسبتشان سخنان دارای انگیزه های بدبینی و پست زدن شأن و شرف انسانی را روا دیدند. در پی این رسانه ها از حرکت ماندن نقلیات جمعیتی روز 13 دکبر در خباروفسک گزارش دادند. شب 14 و 15 دکبر در شهر سنت پترزبورگ روسیه نفری نامعلوم به طرف یک شهروند تاجیکستان از اشیاء مانند به تپانچه تیر می‌کشد که در نتیجه زاده تاجیکستان از چشم راستش جراحت جسمانی میانه به سلامتی برداشته در بیمارستان بستری می‌گردد. نشریه نیوسکی نوستی می‌نویسد که حادثه ساعت 23 به وقت سنت پترزبورگ در نزد یکی از طرفخانه‌های دلخوشی در کوچه اسپیتاتلین به وقوع پیوسته است. پلیس از جای حادثه اشیاء مانند به تپانچه، کلید و یک عدد تلفن موبایلی دریافت کرده است که همچون دلیل شایع در پرونده حفظ می‌گردد. همچنین از دوربین‌های کنار راه شخص حمله‌ور را نیز دریافت کردند که از روی گفته‌های جبر دیده و نوار کامراهای مشاهده‌ای کنار راه عکس آن ترتیب داده شده بهر جستجو به همه شعبه‌های پلیس شهر سنت پترزبورگ ارسال گردیده است. عین زمان از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. در دوشنبه در پی آتش‌سوزی بینای بلندی اوشونه استقامتی یک شهروند خارجی به هلاکت رسیده است. طبق اطلاع دریافته دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان سوختار در بینای 11 اوشونه خیابانی رودکی 55 کسر 1 روز 15 دکبر ساعت 15:43 دقیقه به وقت دوشنبه به وقوع پیوسته است. هنگام به محل حادثه رسیدن کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی شاخت برقی بینای استقامتی را در دالان‌های پدیز از آشیانه 8 تا 11 آتش فرا گرفته، دود غلیظ با شدت پهن شونده آن ساکنان بنا را به تهلکه آورده است. آمده است در خبر دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله. همچنین علاوه گردیده است که متاسفانه تا به جای حادثه رسیدن آتش نشانان از تاثیر دود غلیظ اجاره نشینی بینای مذکور گگینه و نتل خورم نسل تولدش 1980 ملتش گرج شهروند ولایت چیمکنت جمهوری قزاقستان به هلاکت رسیده است. مقامات سبب سوختار در بینای بسیار قوتی را که باعث هلاکت گردیدن یک شهروند خارجی شده است سربار زیاد در ناقل‌های برقی و از معیار بلند استفاده کردن قوه برق از جانب ساکنان ارزیابی کردند.
بانک ملی تاجیکستان خبر می‌دهد که بنا به سبب به مرکز ملی پروسسینگ انتقال مبلغ‌ها در نزد بانک ملی تاجیکستان پیوستن نظام انتقال پولی زلاتای کرونا فعالیت آن در تاجیکستان غیر امکان میباشد. همچنین به شهروندان توصیه داده است که نفرانی که توسط شرکت زلاتای کرونا علاقه مبلغ انتقال داده بودند می‌توانند مبلغ‌های خود را بازپس گرفته توسط نظام انتقال پولی یونیستریم و یا کانتاکت ارسال کنند. یادآور می‌شویم که از 3 دکبر باز این جانب در نزد بانک ملی تاجیکستان مرکز ملی پروسسینگ انتقال مبلغ‌ها به فعالیت پرداخته است که اما شرکت‌های انتقال پولی باید به این مرکز پیوست کردند. در صورت نپیوستن از حق ادامه فعالیت در تاجیکستان محروم می‌گردند. بانک ملی تاجیکستان بنا به خدمت رسانی سری وقتی به میزبان ساعت کاری شرکت‌های مالیوی، تشکیلات‌های قرضی و مرکزهای انتقال پولی و بانک‌های تاجیکستان را تمدید کرده است. پیشتر چون همیشگی آغاز فعالیت ساعت کاری مؤسسه‌ها به خصوص بانک‌ها در تاجیکستان از ساعت 8 صبح آغاز می‌گردید با تنفس 1 ساعت در وقت نصف روز تا ساعت 7 بگاهی ادامه می‌کرد. ولی با جاری شدن طلبات نو بانک ملی تاجیکستان اکنون مؤسسه‌ها و تشکیلات‌های مالیوی و قرضی و بانک‌ها وقت کاریشان از 11 دکبر تا به ساعت 19 بگاه به وقت دوشنبه تمدید گردیده است. با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد به میزبان و سری وقت گرفتن مبلغ‌های انتقالی و استفاده خدمات رسانی‌های دیگری بانک از 11 دکبر سال روان تشکیلات‌های قرضی موقتا موظف گردیدند که دوامناکی روز کاری مرکزهای خدمات رسانی بانکیشان را در تمام مناطق کشور تا ساعت 19:00 تمدید نمایند. آمده است در اطلاعیه دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان. در شبکه‌های اجتماعی کاربر فیسبوک احمد کریمزاده پیشنهاد نشر کرده است که در آن از رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیسان پالاتاهای پارلمان و دادگاه عالی تاجیکستان درخواست شده است که به 4 مسئله اساسی در تاجیکستان توجه کرده به حل آنها تدبیر اندیشند. مؤلف مطلب در نامه‌اش نویسنده است که با سبب نبود جای کار و معاش مناسب در کشور در خارج قرار داریم و چند تشبوسی که اخیراً از جانب مقامات تاجیک روی دست گرفته شده است هزاران نفر را در یک وضع مشکل قرار داده و به بودجه اویله‌ها ضربه میزند. در نامه حل 4 مسئله از رهبریت عالی تاجیکستان درخواست شده است که یکم مسئله برگردانیدن شبکه تلفنی انجین می باشد که به گفته مؤلف این مطلب قطع آن مهاجران را از علاقه دسترس و بوصفت و از همه مهم ارزان محروم کرده است. مشکل دوم را مؤلف به مسئله انتقال مبلغ از خارج به تاجیکستان ربط داده است و گفته است که نظام قبلی انتقال پول را برگرداند و روند تغییرات به مثل تشبوس بانک ملی تاجیکستان را در مسیر عام قرار بدهید و در جریان تطبیق آن رقابت را تامین کنید. در این روزها هزاران خانواده از امکان دریافت کمک محروم شدند و آنهایی که پول می‌فرستند نیز به مشکلات بزرگ دچار شدند. باید در نظر گرفت که برای ده‌ها هزار مهاجر رسیدن تا نقطه انتقال پول در کشوری که قرار دارند آسان است. همچنین تاکید گردیده است که از سال 2008 تا سال 2018 ما مهاجران به تاجیکستان بیش از 30 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا انتقال دادیم و این هم در حالی که حجم صادراتی کشور در این مدت چیزی بیش از 12 میلیارد دلار را تشکیل داده است. درخواست سوم مؤلف ربط دارد به قیمت نرخ چیپته‌های هواپیمایی و تاکید داشته است که در تاجیکستان نیز به مثل همسایه کشورها ازبکستان و قرقیزستان بازار پروازها را باز کنید. جای تأسف است که نرخ خدمت شرکت‌های هواپیمایی در کشور ما در تمام پهنای اتحاد دولت‌های مستقل از همه بلندتر است. و مسئله چهارمی مطرح کرده مؤلف مطلب به این قیمت نرخ آرد و گوشت در بازار استعمالی تاجیکستان می باشد. پیشنهاد داشته است که استحصال کنندگان غله را از تمام اندازها آزاد کنید. این برای به تنظیم آوردن نرخ در بازارها مساعدت کرده شدت مربوط به افزایش بی‌سابقه نرخ آرد و گوشت را از بین میبرد. شنوندگان عزیز خاطر رسان میکنیم که این مطلب نقطه نظر کاربر شبکه فیسبوک احمد کریمزاده بود. در آخر نشر خبری شما را با وضع باد و هوا برای پگاه 17 دکبر آشنا می‌سازیم. در شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع پایتخت 17 دکبر هوای تغییریابنده ببارش گفته می شود. حرارت هوا روزانه 10-12 درجه، شبانه تا 5 درجه گرم می شود.
дар Москав пагоҳ каме барф меборад. ҳарорати ҳаво рӯзонаю шабона 2-3 дараҷа гарм мешавад. дар Санкт-Петербург низ пагоҳ каме барф меборад ва баъдан ба борон мубаддал мегардад. ҳарорати рӯзонаю шабона 3 дараҷаро ташкил медиҳад. дар Самара бошад 17 декабр барф меборад. ҳаво рӯзона 1 дараҷа хунук, шабона 1 дараҷа гарм мешавад. дар Екатеринбург ва вилояти Сверлов низ пагоҳ бориши барф пешгӯӣ мешавад. хунукии ҳаво рӯзона 2-3 дараҷа ва шабона то ба 6 дараҷа мерасад. дар шаҳри Уфа низ 17 декабр барф хоҳад борид. ҳарорати ҳаво рӯзона 3-5 дараҷа ва шабона 4 дараҷа хунукиро дар бар мегирад. дар минтақаи Хабаровск барф меборад. ҳаво рӯзона 8-12, шабона то ба 16 дараҷа хунук мерасад. шунавандагони азиз, шаҳри ҷанбастии хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои Моҷир шунидед. бо мо буданро фаромӯш насозед. саломат бошед. барномаҳои дигари радиои Моҷир идома дорад. иттилооти саҳеҳ, шарҳи воқеаҳои рӯз, хабару гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ аз таҳввулоти Тоҷикистон, Россия ва ҷаҳон дар барномаи иттилооти хабар. ҳамарӯза бо пахши мустақим аз студияи марказии радиои Муҳоҷир. дархост, пешниҳод ва ё иттилоъе доред? Пас метавонед бо мо давоми 24 соат бо шумораи 8967 111 56 46 дар тамос бошед. радиои Муҳоҷир, бигзор